برادر هر چی رو که رو زمین هست رو به دست میاریم و به عنوان پادشاه فرمان روایی میکنیم. این عالیه. کارت حرف نداشت برادر. هزاران نفر کشته شدن. حالا باید یه شهر دیگر رو هم نابود کنیم. دقیقا همینه نیسان. این چیزیه که دنبالش بودم. قوی ترین مرد دنیا بودن. این یه دستور تخلیه اورژانسیه. یه خورده پیش خودم توی شهر دی هست. اون داره به سمت شهر بی میره. تمامی ساکنان منطقه به صورت شهر رو تخلیه کنید. تکرار میکنم، اون داره به سمت شهر. درسته، مثلا مش فرار کنید. بگیرشون. من قوی ترین مرد هستم. من قوی ترین مرد هستم. من قوی ترین مرد چی فکر میکنی داداش؟ ببینم قوی بودن چه حسی داره. چی؟ یه نفر روی شونته. جون هر کی دوست داری یه چی بپوش. اون یارو که روی شونت هست و بکشش. دیبا موویز. برادر چطور این اتفاق افتاد؟